بزرگ میگن که اگر خدای مهربان یک مراتب نفر را از قبر اجازت بده از قبر سر بلند کنه و بگه با مردم صحبت بکنه داره ادام سخنی مردم بگویی همه من برادر عزیز ماندنی همه من یک روز داخل قبر میریم علما میگن یک مرده را خدای مهربان زنده کنه و 2 دقیقه وقت بوده که با مردم صحبت بکنه ادام سخنی بگو همه مردم میدانی چی میگن میدانی همه مرده چی میگن تأکیدش همیه تزودوا فإن خیر الزاد التقوی ای مردم توشه جمع کنین برای داخل توشه جمع کنین بدانین که بهترین توشه ترس خدا بهترین توشه تقوای الهی از این خاطر برادر عزیز ما و شما هم توشه های آخرت باید داشته باشیم ما و شما هم تزودوا فإن خیر الزاد التقوی را از داخل قبر نخوانیم نشود که داخل قبر بمانند اوجا بگیم این مردم توشه بگیریم برای آخرتان دیگه برای ما و شما فایده نداره برادر عزیز فکر داخل قبر بگیریم و گورستان گذر کن تا ببینی چی خوردند و چی پوشیدند و چی بردند 2 روز زندگی کردند تا آخر به هر حالی که بودند جان سپردند هر حالی باشید هر یک کدام ما و شما